آداب خانه‌داری از دیدگاه سنت پاکیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم. آداب 1. نوازش و شوقت همسر هنگام خلوت کردن با او. وقتی داماد نزد عروس می درآید، نوازش کردن او با ایشان مستحب است، مثل نوشاکی پیشنهاد نمودن و نحو آن، طبق حدیث اسماء بنت یزید ابن سکن رضی الله عنها که گفتند من عایشه را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم آرایش دادم، سپس نزد ایشان رفته او را فریاد کردم تا با او یعنی به عایشه نظر کند. ایشان آمد و در پهلویش نشست، سپس قدح کلان را پر از شیر آوردند. حضرت از آن نوشیده قدح را به عایشه داد. عایشه سرش را پایان نموده از گرفتن آن شرم کرد. اسماء گفت من عایشه را ملامت کرده با او گفتم جام را از دست پیامبر صلی الله علیه و سلم گیر. سپس عایشه کمی از آن نوشید. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم با عایشه گفت قدح را به دوگانه‌ات بده. اسماء گفت یا رسول الله، بلکه خودت از آن نوشیده، سپس قدح را به من از دست خودت بده. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشیده او را به من داد. اسماء گفت من بجایم نشسته قدح را میان دو زانویم گذاشته آن را با لبهایم گرداگرد میلیسیدم تا از برکت همان مکانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نوشیده بود بهره مند شوم.